بینندگان عزیز سلام، به شما روزگاری خوب و رنگین تمنا میکنیم و برنامه نوبتی داستان را پیشنهاد شما میکنیم. در صحبت ما هستند بهروزی ذبی‌الله، نامزد علم فیلولوژی، همزمان مدیری شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. شما را استاد به برنامه خیر مقدم می‌کنم. تشکر، سلامت باشید. در صحبت پیشین ما بابت روزگار شاپور صحبت کردیم و امروز می‌خوایم پیرامون پادشاهی یزدگرد بزگر صحبت کرده باشیم. خب پس از شاپور تحولات رخ داد و چه کسی به تخت پادشاهی نشست؟ بله، از بس که وارث نداشت، برادری و اردشیر بر تخت نشست و طبق وصیتی که شاپور کرده بود که در آینده فرزند او بر تخت بنشیند، خلاصه 3 پادشاه دیگر بر ایران حکومت کردند و مدت حکومت آنها کوتاه بود. با نام یکی اردشیر نکوکار که برادر شاپور بود، بعد فرزند خود شاپور با نام شاپور سیوم و بعد بهرام شاپور حکومت کردند. ولی مدت حکومتداری آنها از بس که کوتاه بود، ما از آنها صرف نظر میکنیم و میاییم به پادشاهی یزدگردی رامگر یا بزگر، به همین نامها در تاریخ معروف است که بین سالهای 399 و 420 میلادی در ایران زمین حکومت کرده است. او 14مین پادشاه از سلسله ساسانیان بود. استاد یزدگرد فرزند اردشیر بود؟ یزدگرد بله، فرزند شاپور سیوم، نبیره شاپور. نبیره شاپور. خب اینا شاپور اصلا یک نام بسیار معمولی در میان دربار شاهان ایران بود، به معنی شاهپور، یعنی فرزند شاه. معمولا مردم به شاهزاده ها همین شاهپور. بنابراین در نام اکثریت شاهان ایرانی ما همین شاپور را میبینیم که تبدیل به نام شده، در حالی که شاهزاده یعنی شاهزاده فلانی. به این خاطر بسیار نامی رایج است در بین شاهان ایرانی. خب دوران پادشاهی او هم بسیار جالب است و از ابتدای شاهنشاهی او بسیار پادشاه نکوکار و خردمند بود و مردم به او احترام قائل بودند. دوم از سیاست های این بود که برخلاف دیگر پادشاهان سیاست مصالحه دینی را در پیش گرفت. او به همه دین ها احترام قائل شد. در زمان این پادشاه هم یهودی ها هم مسیحی ها می توانستند که آزادانه کار و زندگی و فعالیت کنند، در حالی که این سیاستی یزدگرد یکم یا رامگر نیز به اون میگویند به تعبیدیل موبدان نبود. موبدان زردشتی دوست نداشتند که او با دیگر ادیان آزادی عطا نماید. در آن زمان رقیب اساسی و اصلی مثلا دین زردشتیت دین مسیحیت بود و آنها مسیحیت را یک تهدید بسیار جدی برای باورهای خود میپنداشتند، همچنین برای قدرت خود که در ایران زمین این موبدان حکومت داشتند. حتی پادشاهان با رأی آنها، با دستور آنها و با تایید آنها بر تخت نشستند. مگر اگر هر موبدان هر پادشاه را اگر این کار میکرد، اون را مردم سرنگون میکردند. بنابراین نفوذ روحانیان زردشتی و کلا نفوذ روحانیان چی در امپراتوری ایران زمین، چی پاپ های مسیحی در روم و در هند و در مصر کلان بود. سرنوشت پادشاهان را همین روحانیان حل و فصل میکردند. بنابراین مجبور بودند پادشاهان که از آنها اطاعت کنند یا به حرف آنها گوش بدهند. حالا این آزادی ها را یزدگرد یکم به همه دین ها داد که خوشایند آنها نبود و دوم کاری که او کرد، نفوذ موبدان زردشتی را در حکومت خود کم کرد، آنها را از سیاست بیرون کرد و توانست از این طریق قدرت خود را بسیار چکار کند؟ مستحکم کند.
پیش از این پادشاهان دیگر همین جرأت نداشتند. دوم، ما در برنامه‌های گذشته گفتیم که در این فاصله بسیار پادشاهان از سلسله ساسانیان آمدن که بسیار کم و کوتاه حکومت کردند. تا 6 ماه، 1 سال، 3 سال همین گونه پادشاهان می آمدن و می رفتن. چرا؟ بر اثر همین اختلافاتی که نفوذی که همین موبدان داشتن، اختلافات درباریان که داشتن، آنها به راحتی می توانستند که هر شاه و شاهزاده را برکنار کنند. بنابراین هر کس جرأت نداشت که با موبدان سر و کار بگیرد، با آنها مقابلت کند. اما یزدگرد این کار را کرد و فضای باز برای همه دینها ایجاد نمود. اما با این حال هم عاقبت امین یزدگرد به طور بسیار مشکوک در منطقه گرگان ایران زمین کشته می شود و بسیار تاریخ نگاران ذکر کردند که همین سبب کشته شدن یزدگرد در گرگان توطئه موبدان زردشتی بود که از او آزرده شده بودند، چون آنها را از قدرت سیاسی بیرون کرده بود. نفوذ آنها را در دولتداری کم کرد، بنابراین آنها به هر بهانه او را ترور کردند، قتل کردند در این منطقه و بعد گفتند که او به دستی فرشته خدایی در این سفر کشته شده است. اما عبدالحسین زرینکوب، روزبه زرینکوب یا تئودور نیالدیک جامعه شناس و تاریخ شناسی آلمانی بر این باور هستند که او بر اساس همون توطئه خودی موبدان کشته شد و به مردم همین گونه بر دروغ آوازه کردند که شاه یزدگرد را فرشته الهی کشته است. این سرنوشتی خواه یزدگرد است. خلاصه پادشاهی یزدگرد 21 سال بود است. 21 سال پادشاهی کرد. در ابتدا بسیار گفتیم پادشاهی با عدل و داده بود، اما بعد از 3-5 سال حکومتداری ناگهان در فطرت او یک تغییرات ایجاد شد، یا شاید به خاطر همون مخالفتی که در دربار با موبدان داشت و تبدیل شد به یک پادشاهی ستمگر و ستمپیشه که همه را سرکوب میکرد. ز شاهیش بگذشت چون 7 سال، همه موبدان زو برنج و ملال، همه میترسیدن، رنجیده بودن از سیاست های او، از قدرتی بسیار مستحکمی که برای خود ایجاد کرده بود. موبدان از او ناراحت بودند. بعد 7 سال از او فرزندی به دنیا آمد و میگه در اول فروردین ماه تمام ستاره شناسان و اخترشناسان را فرا خواند تا طالع فرزند او را ببینند و اخترشناسان دیدند که فرزندش طالع بسیار نیکی دارد و به او این پیام را دادند. اما موبدان و دیگر بزرگان که از او میترسیدند، از او ناراضی بودند، گفتند که اگر که این فرزند اینقدر نیکختر باشد و پادشاه قدرتمند ایران شود، اگر سیاستی پدرش یعنی یزدگرد یکم را پیش کند، حال ما تباه میگردد. بنابراین باید یک چاره اندیشی. بعد آمدن به این خلاصه که تنها باید برای او دایه و پرستنده بسیار خوب تربیت کنیم، تربیتش کنیم که در پیروی پدرش نرود. بنابراین پیشنهاد دادن که ما برای او باید چیکار کنیم. یزدگرد یکم گفت که از سراسر گیتی جویا شود و بهترین دایه و پرستنده را برای فرزندش بیاورند و آنها همین گونه از همه سرزمین ها بهترین معلمان و آموزگاران و دایه ها را دعوت کردند تا برای که فرزند او را تربیت نمایند و مثل که در دربار جمع آمدند و یزدگرد را دعوت کردند که انتخاب کن از همین
میان تربیت کنندگان کی را انتخاب میکنی؟ در میان آنها 2 نفر از عرب نیز بودند با نام نعمان و منظر که بعد از پرسجو بعد از مباحثه‌ای که در دربار برای انتخاب دایه صورت گرفت آنها دست بالا شدند و یزدگرد دوم تربیت فرزندش را به همین 2 دایه سپارید. در شاهنامه آمده است که برفتند نعمان و منظر به شب، بس نامداران گردی عرب، بزرگان چو در پارس گرد آمدند، بری تاجور یزدگرد آمدند. بگفتند هر یک به آواز نرم، که ای شاهی با داد و با رای و شرم، نگر تا پسندد که آید همه، وگر سودمندد که آید همه. خلاصه در همان انجمن خود یزدگرد اینها را انتخاب کرد و همینها تربیت میکردند و اینها بله کودک را گرفتند و به یمن بردند و در یمن تربیت کردند. خوب استاد، در همین داستان آمده است که یزدگرد فرزندش را در قصر زندانی میکند. چی سبب بشود و چگونه این فرزند باز از این حبس پدری خود آزاد میشه؟ بله، بعد که اینا 18 سال بهرام در توسط نعمان و منظر تربیت می شود. همه رزم و هنرهای رایج زمانه را با او می آموزند و میگن که بهرام بسیار یک کودک فوق العاده زیرک بود و مهارت خاص هم در جنگ داشت هم در دانش داشت و طوری که آوازه و شهرتش همه جا پراکنده شد و بعد در 18 سالگی یزدگرد او را فرا خواند و او برای امتحان که قدرت و مهارت فرزندش را بسنجد و نعمان و منظر او را به ایران زمین آوردند و به شکارگاه بردند. روزی از روزها در دربار مجلس بزرگان میگذشت که بهرام بر اثر ماندگی خوابش می آید و یزدگرد وقتی که می‌بیند که فرزند جوانش در مجلس بزرگان خوابیده است سخت ناراحت می شود و او را ادب میکند و دستور میدهد که او را در قصر زندانی کنند. حالا در شاهنامه همین قدر سبب ذکر شده است ولی احتمال می رود که شاید به خاطر که یزدگرد از ترس این که شاهنشاهی نکند این را بهانه قرار داد و بهرام جوان را چوکه در قصر زندانی کرد. خوب استاد، بهرام بعد از سری پدرش به تخت می آید، همین گونه یزدگرد را گفتیم که موبدان کشتند، همین گونه و یک هنگام بهرام به ایران هم لشکر میکشد. آن هنگام بهرام در دیگر کشور بود. بله، با مرور زمان طبق روایت ها وقتی بعد از چند سال از روم یک بزرگ با نام تینوش خراج روم را به دربار یزدگرد یکم می آورد و بهرام او را می شناخت و پیام می دهد که این تینوش میان یزدگرد یکم و بهرام میان روی کند و از او بخواهد که بهرام آزاد شود و با همین میانجیگری تینوش رومی یزدگرد بهرام را میبخشد و او را آزاد میکند، اما دستور میدهد که باید به یمن بازگردد به نزد دایگانش و در آنجا منتظر شود. بنابراین بهرام بعد آزادی به یمن برمیگردد. قضیه این است که سبب مرگ او یزدگرد این گونه فرا میرسد بر اساس روایت ها که بعد از این میگه یزدگرد اخترشناسان را فرا خواند و طالع خود را پرسان شد و زمان مرگ خویش را معین کنند. اخترشناسان به او گفتند که مرگ شما در لب دریاچه سو در شهر توس فرا میرسد. میگه که یزدگرد یکم قسم خورد که هرگز به آن سمت نمیرود، ولی ناگهان روزی از روزها چنان از بینی او خون جاری شد که مثل ابری بهاری میرفت و کسی نتوانست که او را تبابت کند
و همه طبیبان جمع آمدند و علاج درد بی‌درمان او را همین نقطه را گفتند که باد و هوا و فضای اطراف دریاچه سو فقط میتواند به درد شما درمان بخش شود، باید به آن سمت حرکت کنید. به ناچار یزدگرد به همان دریاچه سو می رود و در آنجا طبیبان درمان می شود و دوباره دعواهای کلان می کند و می گوید که فال اخترشناسان را باطل می خوانند و آنها را دروغگو می داند که شما بر دروغ این طالع را برای من دیدید. در همان لب دریاچه سو میگه با بزرگان شادمان بود که ناگهان از داخل دریاچه یک اسب یابایی وحشی بیرون آمد و یزدگرد یکم خواست که او را رام کند، او را رام کند. اما وقتی که او را با قدرت خود میخواست رام کند، زین برزند، در همین هنگام خلاصه بر اساس این اسب وحشی او را یک لگدی میزند که در جا به هلاکت میرسد. طوری که گفتیم همیشه درباریان بزرگان هم از یزدگرد ناراحت بودند و وقتی که دیدند که بهرام فرزند او که برگشته بود او هم بسیار جوان قدرتمند است، از او هم بیم و هراس داشتند، چون آنها یک پادشاه میخواستند در سرزمین باشد که مطیع و فرمانبردار آنها باشد. بنابراین از او هم بیم داشتند. بنابراین پنهانی یکی از موبدان را بر تخت پادشاهی ایران می نشانند. پس آگاهی آمد به بهرام گرد که از چرخ شد تخت را آب شور. پدر آن سرافراز شاهان بمرد و همان نام شاهی ببرد. بهرام پس از شنیدن مرگ پدرش گویند 1 ماه سوگواری میکند و بعد به خاطر انتقام، خوب شاهزاده است، وارث تخت است، به ایران حمله میکند، لشکرکشی میکند و جنگ و غارت شروع میشود. ولی چون از بس که بسیار شاهزاده قدرتمندی بود، از او خواستند که باید بیاید در بین آنها سخنرانی کند تا او را خوبتر بشناسند و در شاهنامه ذکر شده است که آمد در بین بزرگان و انجمن ایرانیان که نشسته بودند، درباریان بسیار سخنرانی پرشوری کرد که از این سخنرانی همه را خوش آمد. باز دوباره موبدان یک شرط دیگر گذاشتند، گفتند ما به شرط تو را پادشاه ایران میپذیریم که این شرط رو انجام بدهی و شرطشان این بود که در میان 2 شیر وحشی تاج شاهی را میگذاریم و از بین آن 2 شیر این تاج را باید بگیری. یعنی میخواستن که به همین وسیله او را هم نابود کنند، از او از شر بهرام نیز نجات یابند. اما از بس که او بهرام بسیار ماهر و جنگاور و دلاور بود، توانست که از دست شیران وحشی تاج پادشاهی را بگیرد و بر سر نهد و به همین شرط آنها ناگزیر موبدان و درباریان مخالف پادشاهی او را از ترس پذیرفتند. چو خورشید برزد سر از تیغ کوه، ردان و بزرگان ایران گروه، نهادند بهرام را تخت عاج، به سر بر نهاده جهانگیر تاج. او همین گونه استخر را پایتخت خود انتخاب کرد و تاج شاهی بر سر نهاد و همه بزرگان هم او را اعتراف کردند. بعد او یک سخنرانی بسیار پرمحتوای در بین بزرگان ایرانیان انجام می‌دهد که همه مردم را خوش می‌آید و اطراف یزدگرد یکم مردم جمع می‌شوند. خوب استاد، دایر به روزگار پادشاهی بهرام در برنامه بعدی قسم. بله. خوب استاد، از شما منتظر هستیم که روزگار پادشاهی یزدگرد بزگر و فرزند او مناسبت پدر و پسر را با یک داستان بسیار هم زیبا برای ما و بینندگان تلویزیون سفینه شهر داده.
بینندگان عزیز خاطر رسان میکنیم که در صحبت ما بودند بهروزی ذبی‌الله نامزد علم‌های فیلولوژی، همزمان مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. تا صحبتی بعدی شاد بمانید.